این سبک از مرغ و هویج رو امتحانش کنید که خیلی خوبه. من از ساق مرغ استفاده کردم، شما از هر قسمت مرغ که دوست داشتید میتونید استفاده کنید. برای شروع کار مرغ رو با نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، ادویه مخلوط مرغ و زعفرون مزه‌دار کنید و 3 ساعت بذارید داخل یخچال. حالا پیاز یه مقدار با زردچوبه و نمک سبک کنید. 4-5 تا هویجی هم که رنده درشت کردید بهش اضافه کنید. ترکیب پیاز و هویج 10 دقیقه که تفت خورد برشون دارید و تو همون تابه کره رو اضافه و مرغ‌ها رو سرخ کنید. اما بعد از سرخ کردن مرغ‌ها یه مقدار رب رو با همون ادویه‌ای که به مرغ اضافه کردید تفت و یه مقدار آب اضافه کنید. تو این مرحله سس ما آماده است. هویج و پیاز و مرغ‌ها رو همراه با چند تا آلو اضافه بعد از 45 دقیقه خورشت ما آماده است. تو مرحله آخر یه برنج کته با نمک و روغن هم آماده کنید. و قانون برنج کته هم اکثرا بلدین. آب باید 1.5 بند انگشت از سطح برنج بالاتر باشه. البته این قانون برای برنج خیلی تازه صدق نمیکنه. در کل به قدری این مرغ خوشمزه و خوش عطر میشه که من در ماه 3-4 بار درستش میکنم. امیدوارم شما هم از این مرغ و هویجی که درست کردم خوشتون بیاد و ازش نهایت لذت